سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که موفق باشین. سلام باشین. بگیم که ما کابل حسیل هیچ وقت طرفدار ایران و طرفدار احمد مسعود یا طرفدار احمد شاه مسعود، طرفدار گلبدین، طرفدار دیگهش نیستیم. ما طرفدار هیچ کدامشان نیستیم، هیچ کدامشان. نه طرفدار ایران هستیم، نه طرفدار خمینی هستیم، نه طرفدار خامنه‌ای هستیم. طرفدار هیچ کدامشان نیستیم، ولی مسلمان هستیم. در قلب ما یعنی احساس میکنیم مسلمان هستیم و هیچ وقت طرفدار هیچ کدام نیستیم. اینه میگن کابلی هستید، ایره میگن. امیدوارم که سعد باشین و سلامت باشین، در پناه الله باشین. خدا نگهدار.